سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام یک اسکریپت جالب بهتون معرفی کنم که خب میشه گفت خیلی کار ما رو راحت میکنه. یعنی مثلا اگر اینجا شما توی عکس دقت کنید، مثلا پنل های مختلف XUI رو داره. حالا میتونید شما با این اسکریپتی هست XUI تون رو مدیریت کنید، میتونید که دیفاین نصب کنید، اسپید تست بگیرین، مثلا وارپ رو نصب کنید و خیلی چیزای دیگه که خب بریم سراغ آموزش. این لینک گیت هابش هست. من میام پایین‌تر برای اینکه شما میتونید از این استفاده کنید. اینجا حالا که بخشی که نوشته رو کپی میکنید و خب من برای اینکه به سرور وصل بشم از وب SSH استفاده میکنم. سروری که دارم استفاده میکنم از هاست DRR رو گرفتم که اینجا حالا این بالا تجربه من از این سایت رو میتونید ببینید و IP فیلتر شده هم هستش. برای اینکه از این سایت استفاده کنین، اگر که حالا برای استفاده مشکل دارین، اصلا فیلتر مشکل دارین، اینجا IP وارد میکنید. اینجا هم خب پسورد نوشته، پسورد رو وارد میکنید. چیز ساده ایه. من خیلی وقت از سایت استفاده میکنم و الان منتظرم که وصل میشه. yes. و خب اینم از این چند بار اینتر رو بزنم وصله و اینو کپی میکنیم، پیست میکنیم، اینجا اینتر رو میزنیم و میاد بالا. در حال حاضر یه سری ویژگی ها داره که حالا این ویژگی‌هاش همیشه بیشتر میشه. مثلا شما حالا میتونید آپدیت کنید. این بهتون همین sudo ssh و sudo apt update و آپگرید هست. میتونید پورت SSH که حالا 22 هست رو تغییر بدید. میتونید از سرور بکاپ بگیرید. میتونید IP تیبل برای تانل زدن استفاده کنید و سیستم یوزیج رو ببینید و حالا چیزای دیگه مثلا برای بیتوریش اینجا اینستال پنل مثلا توش هم کلیفای هست، هم صنایعی هست، هم XUI هست، هم خیلی چیز مختلفه. میتونید ریالیتی رو اینجا وصل کنید. میتونید اینجا حالا دوباره ریالیتی رو نوشته. میتونید سیسکو بریزین روش، میتونید اوپن وی پی ان، آوتلاین، وایرگارد و خیلی کارتون رو راحت‌تر میکنه. یا حتی پروکسی تلگرام، اسلش پنل که حالا با SSH بخواد کار براتون وصل بشن. یا اگه که حالا سری مشکلات دارید، مثلا اگه از ریالیتی استفاده می‌کنید، خب گوگل ریکپچر رو معمولا دارید. اگه بخواید IP اسکن کنید، میتونید از اسپید استفاده کنید و بخواید اسپید تست بگیرید و خیلی چیزای دیگه. خلاصه به نظر من این یکی از بهترین اسکریپت‌هایی است که من همیشه ازش استفاده می‌کنم و گفتم حالا به شما معرفی کنم. اینا چنل من هست. حالا هر روز ویدئوهای مربوط به فیلتر شکن و شده رو قرار میدم. اگه که خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید و حالا اگر دوست دارید ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین، زنگوله کنارش هم بزنید. مرسی از شما که تا اینجا تماشا کردید و فعلا خدا نگهدار.